من 2 سال هنرستان معماری خوندم، 2 سال کاردانی، 2 سال کارشناسی، 2 سال مستر، سرجم 8 سال تحصیلی و فکر کنم الان 12 ساله که من توی این زمینه دارم کار میکنم و بعد 12 سال دارم فکر میکنم که آیا تصمیم درستی گرفتم یا نه. توی این ویدیو میخوام که تجربه شخصی خودم رو از رشته معماری بگم، تحصیلم تا الان که دارم کار میکنم. بیشتر میخوام معایبش رو بگم. قصدم اصلا بی‌انگیزه کردن کسی نیستش، فقط میخوام یک سری حقایق پشت پرده رو که شخصا خودم تجربه کردم بگم. یکی از مهمترین مسائلی که رشته معماری داره اینه که ظاهرش خیلی خوبه، یعنی پرستیژی که رشته معماری داره اصلا از اسمش، که مثلا هر جایی که من میرم میگم آرشیتکتم و همه میگن که واو چقدر جذاب، سو اکسایتینگ، ولی فقط ما خود معمارا میدونیم که اصلا اینجوری نیست. چیزی که من قبلا فکر میکردم این بودش که رشته معماری یک رشته خیلی پرتکاپو و پر از خلاقیته و آدم خیلی دستش بازه که خلاقیتش رو توش به کار ببره، ولی متاسفانه واقعیت اینجوری نیست. توی دانشگاه باز آدم دستش بازتره، خیلی آدم درگیر سازه نمیشه، درگیر بودجه ساخت و ساز نمیشه و میتونه که خیلی راحت‌تر تصمیم بگیره، راحت‌تر ایده پردازی بکنه. ولی وقتی آدم وارد بازار کار میشه خیلی مسائل دیگه دخیل میشن، از بودجه گرفته تا نظر کارفرما، سلیقه کارفرما، محدودیت‌های تکنولوژی که توی هر کشور متفاوته، محدودیت‌های مصالح و متریال، محدودیت‌های زمانی مخصوصاً و محدودیت‌های ضوابطی. همه اینا دست به دست هم میدن که شما نتونین اون قدری که میخواین اون آزادی رو توی طراحی داشته باشید. عموما طرح‌ها به دلیل‌های مختلف که بعضی‌هاش معقوله و بعضی‌هاش صرفاً بهونه است رد میشه. مثلا من برای مسابقه یه طرحی داده بودم که نمای 2 جداره داشت و رئیسم سوپروایزر طرح گفتش که کی قراره بین این 2 جداره رو تمیز بکنه. از این لحاظ منطقی بود، از این لحاظ هم خب ساختمون به این مهمی قطعا نیروی خدماتی داره برای این کارا. anyway آدم باید همیشه این جنبه نقد پذیریش رو مثل یه سپر و نه مثل سپر، مثل یه پشتوانه یه قوی داشته باشه. یه مسئله دیگه بحث تعادل بین کار و زندگیه. رشته معماری یک رشته بسیار زمانبر و انرژی روانی و جسمی بره، چون که مخصوصا توی وقتایی که آدم ددلاین داره، یه داکیومنتری باید مثلا با تا یه زمان مشخصی آماده بکنه، یا مخصوصا توی بخش مسابقات این قضیه خیلی بیشتر زندگی شخصی آدم رو تحت تاثیر قرار میده، چون که آدم باید اضافه کار وایسه، معمولا تا دیر وقت آدم وای میسته، آخر هفته ها ممکنه آدم مجبور بشه که بره دفتر و همه اینا خیلی از لحاظ روانی به آدم فشار میاره. من این قضیه رو بیشتر توی رشته هنری دیدم که سلیقه خیلی توش نقش پر رنگی رو اجرا میکنه، چون که وقتی که سلیقه ها با هم دیگه مچ نشه، مخصوصا مثلا سلیقه من آرشیتکت با سلیقه کارفرما یا سلیقه مدیر پروژه، خب این قضیه خیلی بولدتر میشه. هی باید آدم این پروسه رفت و برگشتی رو انجام بده که من یه طرحی میدم، کارفرما رد میکنه، من عوض میکنم، یا دوباره طرح رو نسبت به نظر کارفرما عوض میکنم، کارفرما میگه که نه قبلی بهتر بود. خب این وسط داره زمان و انرژی من در واقع از بین میره. و خب این قضیه که هی طرحات قرار رد بشه خیلی و هی نقد بگیری، این باز خیلی انرژی روانی از آدم میبره و آدم خیلی باید کاراکتر و اعتماد به نفس قوی داشته باشه که کامنت ها رو شخصی نگیره، نقد ها رو شخصی نگیره و یه جوری بیاد بیرون از اون مایندست.
مثلا توی شرکت قبلی که داشتم کار میکردم، این شرکت معماری کوچیک بود، مسابقه طراحی مجتمع مسکونی داشتن و من باید طرح میکرد و من باید طرح میدادم برای مسابقه و طرحی که داده بودم الان که فکر کنم خب یکم بلند پروازانه بود. یه مجتمع مسکونی بود که پشت بامش مسیر سبز پیاده روی داشت 5 کیلومتر. روز اولین باری که طرح رو گذاشتم روی میز رئیسم گفتش که یکم با یه حالت پوزخندی هم گفتش که اوکی اگر که این طرح برای مثلا شهری مثل کوپنهاگ بود ممکن بود جالب باشه، ولی اینجا یک شهر کوچیکه، مردم کانزرواتیون و دلشون نمیخواد که یکی وقتی تو خونه دارن چیل میکنن دلشون نمیخواد یکی از روی سقفشون رد بشه. خب این کاملا نقد معقولی بود. خیلی مثال های دیگه دارم، دلیل های بعضا معقول و بعضا نامعقول که طرحم رد شده که قطعا برای هر معماری توی یه بازه زمانی پیش میاد. اگر که تجربه مشابه دارین خوشحال میشم که بدونم، میتونین برام بنویسین. و این قضیه سلیقه‌ای بودن کار احساس میکنم که توی رشته های هنری زیاده، ولی توی رشته های دیگه مثل تک که البته من هیچ وقت توش کار نکردم و نمیدونم، اگر که توی رشته شما هم اینجوریه میتونین برام بنویسین. فکر میکنم که یک دستور کار مشخص تری داره، یعنی یه چارچوب مشخصیه که از آ باید برسیم به، قوانین مشخصه، زبان مشخصه و این پروسه هی رفت و برگشتی رشته معماری رو نداره. یه حقیقتی هم که باید بگم اینه که درآمد و هزینه رشته معماری با هم دیگه خیلی همخونی ندارن. هزینه رشته معماری توی دانشگاه مخصوصا بالاست. من خودم الان دقیقا یادم نیست چقدر هزینه کردم، چندین سال پیش بوده و خب ایران و تورم و جنس خارجی و اینا همیشه دیگه خودتون میدونین دیگه. اگر که جدیدن دارین تحصیل میکنین و هزینه خرید وسایل مثل راپید، مداد طراحی، مقوای ماکت، فوم بورد، همه اینا رو یه میانگین سرانگشتی ازش دارین، میتونین که برام توی کامنت بنویسین که بقیه هم استفاده بکنن. و اما بازار کار معماری توی ایران میتونم بگم که تاکسیکه، مخصوصا برای کسایی که تازه فارغ التحصیل شدن. کسایی که تازه فارغ التحصیل میشن خب نیاز دارن که یک جوری وارد بازار کار بشن و از طریق کارآموزی معمولا آدم این کار میکنه، که خیلی از کسایی که دفتر معماری دارن هم از این قضیه سوء استفاده میکنن و کارآموزی رایگان در واقع قبول میکنن، یعنی کارآموزی بدون حقوق، که این کاملا به نظر من ناعادلانه است، چون که روندش که کار خیلی زیادی رو دوششونه، یعنی از ترسیم نقشه های اولیه تا برن سر پروژه بتون ریزی داره، اینا باید تا 12 شب 11 شب بمونن سر کارگاه. همه این به اصطلاح من بهش میگم بیگاری، همه این بیگاری ها رو باید بکشم بدون حقوق. و خب دانشجویی که تازه فارغ التحصیل شده این هم هزینه دانشگاهش کرده که ممکنه حتی حسابش منفی باشه، چجوری باید رایگان برای کسی دیگه کار بکنه؟ به هر حال باید اونم یه جوری گذران زندگی بکنه. شرایط سختیه، امیدوارم که بهتر بشه، امیدوارم که بهتر شده باشه توی این چند سالی که من توی بازار کار ایران نیستم و امیدوارم که بهتر هم بشه و کارفرماها، درسته که هیچ قانونی برای این قضیه نیست توی ایران، امیدوارم که خود صاحبان مشاغل میگن کارآفرین، اونایی که دفتر معماری دارن خودشون به خاطر وجدانشون هم که شده همچین کاری رو با کارآموزا نکنن. ولی توی آلمان رو دقیق‌تر میتونم بگم کارآموزی هایی که توی آلمان هست
رایگان نیست، بدون حقوق نیستن، هر چقدر هم کم، ولی باز کفاف زندگی، یه زندگی در حد معقول رو میده. و بعدا هم اگر که آدم بخواد به عنوان فول تایم کار بکنه، من خودم اول به پارت تایم شروع کردم توی شرکت معماری همزمان با تحصیلم. یه ویدیو هم در مورد بازار کار معماری توی آلمان میخوام درست بکنم، هر وقت تموم شد ایشالله لینکش رو میذارم توی توضیحات. anyway، یک واقعیتی که توی آلمان هست اینه که درآمد رشته معماری نسبت به درآمد رشته های دیگه کمتره. متاسفانه با اینکه کارش خیلی زیاده، اضافه کار داره، آخر هفته ها ممکنه آدم مجبور بشه بره سر کار، ولی درآمدش نسبت به رشته های دیگه پایین تره. این یکی از نکات منفیشه. نکته بعدیش هم زبانشه که با زبان انگلیسی میشه کار پیدا کرد، ولی سخته، قطعا آدم آپشنش میاد پایین تر. و اینکه کلا سلیقه معماری توی آلمان خیلی متفاوته با ایران. و فقط هم تفاوت سلیقه نیست، تفاوت ضوابط هم هست. حتی آلمان توی حتی استان میگن بهش، فکر میکنم بوندسلاند با بوندسلاند فرق میکنه ضوابط شهریش. یعنی یه سرویس بهداشتی اگر که توی برلین طراحی میکنین، اگر که همون طرح رو ببرین فرانکفورت، ممکنه که طرح رد بشه چون که ضوابط شهریشون فرق میکنه. ولی در نهایت یه حساب سرانگشتی بخوام بدم، حدود 1 سال تا 2 سال بعد از اینکه تحصیل شدین از رشته معماری، تازه شروع میکنین به اینکه اون هزینه هایی که برای دانشگاه کردین، این هزینه ها برمیگرده و یه جورایی کاور میشه 1 سال تا 2 سال بعد. یکی از مواردی که میخوام بیشتر بازش بکنم فشار روانی کار معماری هست که خیلی منجر به برند اوت شدن میشه. همونجور که گفتم خیلی این پروسه طراحی رفت و برگشتیه، آدم خیلی باید نقد پذیر باشه، خیلی باید حوصله داشته باشه، ولی وقتی دیگه انقدر هی آدم روش کار میکنه، هی این پروسه رفت و برگشتی و دیولپمنت رو انجام میده، دیگه آدم خسته میشه از پروژه و یه جورایی دلشو میزنه. که این قضیه برای من معمولا بعد 1 ماه تا 2 ماه پیش میاد. و مهم اینه که آدم توی اون شرایطی که نه انگیزه داره نه پروژه براش جذابه، باز هم ادامه بده و آدم باید یه انگیزه هی برای خودش ایجاد بکنه. و میگم و خب این قضیه زمان بر بودن هم با تجربه و زمان حل میشه. یعنی هر چقدر که شما مهارتتون میره بالاتر، تجربتون میره بالاتر، زمانی که برای طراحی میذارین و این پروسه رفت و برگشتی کمتر میشه و خب دستتون میاد، حالا مثلا 4 تا پروژه برای کانادا کار کردین، 4 تا پروژه برای آلمان کار کردین، دیگه دستتون میاد که سلیقه اونا چجوریه، ضوابطشون چجوریه، استانداردهاشون چجوریه و این زمان طراحی هی کمتر و کمتر میشه چون به اصطلاح دستتون بیشتر راه میفته. باز فکر میکنم که این قضیه توی رشته های مثل تک که حالا نمیدونم چه من علاقه دارم، احساس میکنم رشته پرفکتیه، زمینه پرفکتیه برای کار کردن، که باز این قضیه توی اون رشته ها کمتره چون که زبان برنامه‌نویسی که خب همه جا یکی گلوبال اینترنشنال و سلیقه داخل نیست، مصالح فرقی نمیکنه توی کشورهای مختلف. سر و کارشون با مصالح ساختمانی نیست که توی یک کشور مثلا مصالح کاهگل باشه، توی کشور دیگه بتون باشه. و خب به نظرم خیلی نکته مثبتی توی این رشته. قطعا میدونم که رشته‌های دیگه بدیای خودشونو دارن، ممکنه حالا تفاوت سلیقه، تفاوت مصالح نباشه، ولی قطعا نکات منفی خودش رو داره. و همه اینا رو گفتم که بگم معماری ممکنه برای هر کسی نباشه. آدم حتما باید شخصیت خیلی محکم، اعتماد به نفس بالا روی طرحش و شخصیت انتقاد پذیری داشته باشه
یه مسئله دیگه هم اینه که آدم خیلی باید قدرت بیانش خوب باشه. آدم هر چقدر هم که طرح آدم خوب نباشه، آدم وقتی نتونه از طرحش دفاع بکنه، صحبت بکنه راجبش، خوب پرزنتش بکنه، عملا خیلی فایده ای نداره. یعنی میخوام بگم که اون خوبی های طرح هم به چشم نمیاد. و یکی که ممکنه خیلی طرحش ضعیفتر از شما باشه ولی قدرت بیانش و ارتباط عمومیش بهتره، از شما جلو بزنه. و همونجور که گفتم معماری از بیرون خیلی جذابه. منم فکر کنم 15 سالگی که داشتم انتخاب رشته میکردم مجذوب همین جذابیت و پرستیژش شدم، ولی در واقعیت خیلی متفاوته و خیلی زمان بر، انرژی بر و فشار روانی بالا و خیلی اعصاب میخواد اینم بگم. و باید ببینین که آیا حاضرین این همه زمان، انرژی و هزینه رو بذارین که بعد از چندین سال برسین به یک درآمد معمولی. یک نکته هم در نهایت اضافه کنم که اگر که آیتم علاقه رو دارین به این رشته، حتما برین دنبالش، چون که وقتی آدم علاقه رو داره هیچ کدوم از این سختی اصلا به چشم نمیاد. آدم ممکنه 8 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت بشینه سر یه طرحی و اصلا گذر زمان رو حس نکنه و این به نظر من بهترین حالتیه که آدم میتونه زندگی شغلی داشته باشه. اگر که ویدیو براتون مفید بود، توی تصمیم‌گیریتون تأثیر گذاشت یا تونستین ایده بگیرین یا ایده کلی از رشته معماری و بازار کارش بگیرین، ویدیو رو لایک کنین و سابسکرایب. مرسی.